دیگر در عملکرد حکومت جمهوری تاجیکستان. وقتی که حکومت فرق ندارد میآید انتخاباً چند نفر ملا، چند نفر روزنامه‌نگار، چند نفر تاجر یا نمایندگان یک محل رو مثل که در بدخشان کرد یا نماینده یک حزب رو نسبت آن یا جنایت صادر میکند، حبس میکند، میکشد یا نوارهای فسق و فجور و شانتاژ اینها را نوار میگیرد پخش میکند. هدفش چی است؟ من این چند نفر رو این جنایت رو انجام میدم، مثلا 4-5 روزنامه‌نگار رو زندانی میکنم برای که تمام قشر روزنامه‌نگار بترسند. 4-5 تاجر رو زندانی میکنم برای که همه تاجرها بترسند. 4-5 ملا رو نوار برداری میکنم برای که همه ملاها بترسند. و بدخشان هجوم میکنن، مثلا اون چند نفر جوان رو میکشم، نابود میکنم برای که مردم بدخشان، مردم